حاصل در باغ خواجگی دهقانی سید جمیل نویه جیحون امروزها فراوان و سهامداران آن پرکار و سرتشویشند، زیرا حاصل پربار درختان را جمع آوری و برای صادرات آماده می‌سازند. با گفته مسئولین این میوه‌های شهدباری جمع‌آوری گشته با بازارهای مرکزی ولایت خلطان و جمهوری برآورده می‌شود. رهبری خواجگی مذکور سید جمیل طیبوف به عهده داشته امروزها برای پیشرفت کار خواجگی خویش از همه راه و اصول‌های منفعت‌آور استفاده می‌برد. طرز نگاه بینی مقصد درخت شفتالو بسیار نازک است. ما عموما همین نهاده‌ای که هست اگه مثال بگیریم 15 سانتی متر هر سال میمونیم، بعد چی میکنیم؟ قلمچه میکنیم. 15 سانتی متر بالا نمیکنیم. بعدی که ما حاصل گرفتیم خلاص که کردیم، برای تازه کردن باغ شروع میکنیم. وقتی که شیره میزند مثال بگیریم قریب گلنده، ما مسپلانه کار میفرماییم. دوره خیمیکاتی مسپلانه یکم بار هم استفاده میبریم. از زمستان باشه اگر دنوک استفاده میبریم برای از کسلی ها مقصد نگاه کردن. همین گونه حاصل می شود. چینده به بازار شهر باختر میبریم و بازار مهرگان شهر دوشنبه. باید گفت که خواجگی دهقانی سید جمیل جماعت دهات استقلال نویه جیحون در میدان 4 هکتار بهترین نوع نخولان میوه دهنده صادراتی را بنیاد نموده است. در واقع امروزها وابسته به مساعد و خوب گشتن شرایط در سمت‌های مختلف خواجگی خلق مملکت پیشروی‌های نظررس به چشم میرسد. در حدود ناحیه 600 گکتار باغ شفتالو است. از این لحاظ این باغ‌ها صادرات میشوند و تمام شهر نویه جمهوری ولایت‌ها بیرون از بازارهای جمهوری مثلا قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان همچون صادرات میشوند شفتالو نویه جیحون. این نوع شفتالو голландский میباشد. این خریدار خود را دارد برای که صادرات میشود و بیرون از کشور همچون محصولات صادرات شونده است. مورد به یادآوری است که این شخص مهنت‌دوست سید جمیل تجربه دهقانی بیش از 30 ساله داشته در هر موسم به دهقانان کم تجربه در انتخاب و پرورش نخولان کمک میرساند. محض تجربه بوی او در این ساحه است که همیشه نخولانش غرق حاصل و صفت خوب داشته و خریداران زیادی خود را دارند.